البته در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالباً مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می‌کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که حالا بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو نترسید. گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد. یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد. گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره. آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند، هم اونها هم رژیم صهیون کمک کردند که حالا اونم مختصراً عرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.